بسم الله الرحمن الرحیم. شمشیر یا توپ و تانک؟ حتما شما هم تا حالا به این فکر کردین که در زمان حکومت امام زمان علیه السلام اون حضرت از چه اسلحه‌ای برای مبارزه با ظالمین و مستکبرین استفاده میکنه. هممون میدونیم که امام زمان بعد از ظهورشون تنها حکومت عادلانه زمین رو تشکیل میدن که در هیچ یک از بخش‌های اون ظلم و ستم راهی نداره. عده زیادی از مردم در این دوره به امام ایمان میارن، ولی عده‌ای از مردم لجوج، کارشکن و ظالم با امام دشمنی میکنن. امام هم برای ایجاد عدالت مطلق با این جماعت مبارزه میکنه. حالا سوال اینجاست که حضرت مهدی علیه السلام در مبارزه با این گروه‌ها از چی استفاده میکنه؟ از شمشیر یا از تسلیحات جنگی بروز و پیشرفته‌ای که در آخرالزمان وجود داره؟ در زمان ظهور شرایط جامعه متحول میشه و انقلاب اجتماعی مردمی شکل میگیره، چون ظلم و ستم و کشتار به قدری فراگیر میشه که جامعه از شرایط موجود کاملا خسته و متنفر شده. از طرفی هم عقل مردم به رشد و بلوغ رسیده. به همین دلیل تا ندای ظهور امام بلند میشه، مردم گروه گروه به ایشون ایمان میارن. بر اساس روایات امام زمان از نوآوری‌های روز زمان خودشون استفاده میکنن و قطعاً یکی از این نوآوری‌های آخرالزمان پیشرفت عجیب تسلیحات جنگیه. البته این نکته هم واضحه که با توجه به رسالت امام معصوم، تسلیحاتی که با هدف امامت و هدایت بشر مخالف باشه، مثل اسلحه‌های کشتار جمعی، مورد استفاده امام قرار نمیگیره. بدون شک در زمانی که دشمنان از بروزترین اسلحه‌ها برای مبارزه استفاده می‌کنند، مقابله با اونها توسط شمشیر و نیزه کار عاقلانه‌ای نیست. اینکه در احادیث ما از شمشیر به عنوان اسلحه امام زمان یاد شده، علتش اینه که اسلحه بروز مردم اون زمان شمشیر بوده و همینطور که قلم کنایه از علم و فرهنگه، شمشیر هم در اون زمان نماد قدرت و نیروی نظامی بوده و مفهومش این نیست که امام زمان با شمشیر با دشمنانشون می‌جنگن. یادمون باشه ائمه ما از نظر دانش استفاده از فناوری‌های روز بروزترین انسان‌های زمان خودشون بودن و این اصل برای هر یک از ائمه علیهم السلام در هر زمانی وجود داره، حتی برای حضرت مهدی در عصر ظهور.